یه توریست ایرلندی قبل رفتن از ایران این ویدیو رو با عنوان نامه‌ای به ایران منتشر کرد. تو کشوری بودی که بیشترین اختیارا رو برای سفر بهم دادن، اما تنها کشوری بودی که آرزو داشتم کاش زودتر ترکت نمی‌کردم. کسایی که گفتن نرو همونایی هستن که هیچ وقت تو رو ندیدن. توی اخبار فقط مردای ترساکو نشون میدن، نه اونایی که تو پارک میرقصن و رقص چرخشی رو به ورزش رقابتی تبدیل میکنن. تو اخبار فقط زنای با حجاب میبینیم، ولی نه اون مبارزا، دو چرخ سوارا یا نسل مادرایی که به دختراشون یاد دادن چه جوری بیشتر بخوان. کشورم تو رو تو لیست ممنوعیت سفر گذاشته، شاید چون نمیخوان این همه زیبایی رو ببینن. تو کشوری هستی که مردمش برای چایی توقف میکنن، توی راه آبو برات پر یخ میکنن و درختاشون رو خالی میکنن تا کیسه پر از میوه بشه. اینجا وقتی یکی میگه بیا میری، ممکنه گاهی باهاش بری تو کارگاهش یا شبو تو قهوه خونش بگذرونی. وقتی وسط راه با بچهای شهر دو چرخ سواری میکنی و باشون عکس یادگاری میگیری، بهت انرژی میدن. بعضی شبا رو توی شهر گذروندم، بعضیا رو وسط کوهستان، جایی نزدیک بلندترین قله خاورمیانه، با خوردن لوبیایی که ماها مزه‌اش نکرده بودم و بیدار شدن با صدای چوپونا ساعت 5 صبح. اما لازم نبود تنهایی از کوه بگذرم. گاهی با کامیون، گاهی تراکتور، گاهی هم موتور. آب و هوا از تگرگ بود تا گرمازدگی. زبونتون نه من بلد بودم نه حتی جی پی اس، ولی همون مکالمه‌های نصف و نیمه نشونم داد مردم چقدر خلاق و مقاومن. برندهای خارجی نیستن، پس خودت کوکاکولا رو ساختی، فانتا، KFC و حتی کچاپ هنز. هیچ قانون کپی رایت جلوتو نمیگیره. اینترنت فیلتره، ولی با یه سیم کارت و وی پی ان همه دوباره آنلاینن، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. صادقانه بگم این ناعادلانه ترین حسی بود که تجربه کردم. من تو چند هفته با یه مراجعه به سفارت ویزا گرفتم، ولی مردم تو ممکنه یه عمر تلاش کنن و بازم نتونن از کشورشون خارج بشن. امیدوارم اون امیدی که مردمت به آینده دارن درست از آب در بیاد و همه چیز خیلی زود بهتر بشه. تا اون موقع مرسی برای یه ماه فوق‌العاده و مشتاقم دوباره ببینمت.